سلام دوستای عزیز، سیام از شیری که گرم کرده بودیم اینی هم قیماقش است. واقعا عالی و زیبا، بسیار خوب مزه و لذیذ قیماق دیگه که از دو دیگی شیری گاو که گرفته بودیم دیگه. خدا یار نگهدارتان، خدا حافظ. شما میتونید همینطور جور کنید. سلام دوستای عزیز، شیرم دیگه نه ما چه جوش دادیم یخ شد. این حال قیماقش رو جدا میکنیم دیگه. عجایبش سر حال باشین دوستا، واقعا خیلی عالیه دیگه. تشکر، روز خوش. خب سلام دوستای عزیز، یا دیگه دوم استک بخیر. واقعا دیگه عزیز سعی کنیم یک قیماق و ماست مسکه و چیزا دیگه در آلمان و همچین چیزی واقعا کم پیداست. اصل شیر گاب از گوداری مالداری، این قیماق خانگی و شیر اصل. یک دیگه جوش دادیم، دیگه دوم بخیر دیگه میگرید در ادامه دیگه. باشه، خداحافظ. ماشاءالله به این میگه شیر گاب بخیر. میخوایم قیماق و ماستش بگیریم دیگه انشالله. جور صحتمند باشین دوستای عزیز. واقعا شیر گاو خالص است در آلمان دیگه. قیماقش رو میگیریم، شیری خالص دیگه. روز شب خوبی داشته باشین. خداحافظ دوستای عزیز.